قرض خارجی تاجیکستان تا آخر ماه سپتامبر سال جاری نزدیک به 40% حجم مجموعی محصولات داخلی کشور رسیده است. تا امروز تاجیکستان برای عملی سازی لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری به حدود 1 میلیارد و 525 میلیون دلار از چین قرض گرفته است. طور وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اکرمشاه فیلاریف ضمن ملاقات با نمایندگان رسمی شهر سیامین چین ابراز داشت حکومت چین طول 24 سال آخر برای تطبیق لایحه‌های رشد اقتصاد تاجیکستان از جمله تجدید راه‌های بین المللی نقلیاتی، دسترسی به نیروی برق و غیره مساعدت کرده است. با گفته این وکیل پارلمان، سرمایه‌گذاری حکومت چین به اقتصاد تاجیکستان توسط بانک صادرات و واردات اکسیم بانک این کشور عملی می شود. فیلاریف می گوید از حساب قرض‌های حکومت چین 8 لایحه به مبلغ عمومی 1 میلیارد و 15 میلیون دلار عملی شده است. حالا باشد با قرض‌های حکومت چین 3 لایحه به مبلغ عمومی نزدیک 510 میلیون دلار در حالت تطبیق شدن است. از جمله این لایحه‌هایی که با پول قرض از چین گرفته شده به اجرا رسیده اند: خط انتقال برق 500 کیلووات جنوب شمال، خط انتقال برق 220 کیلووات لاله‌زار ختلان، ساختمان خط انتقال برق 220 کیلووات خوجند عینی، تجدید زیرستگاه ریگر 500 کیلووات، سازمان دادن شبکه یگانه شمالی تاجیکستان، سیستم اتوماتیک کنانی اداره نقلیات شهر دوشنبه، تجدید راه‌های اتومبیلگرد دوشنبه چناق و تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه دنغره می باشند. این همه لایحه‌های اجرا شده نمای افتخار حکومت تاجیکستان است. در هر یک سخنرانی حکومتداران به این اشاره می شود که این همه کارنمایی حکومت تاجیکستان است و نتیجه سیاست خردمندانه بود که این همه طرح‌های مهم به اجرا رسیده اند. اما دانسته می شود اجرای این طرح‌ها به حکومتداران افتخار صنعی ولی به دوش هر نفر شهروندان تاجیکستان قرض بار کرده است. تنها الله خودش می داند که عاقبت این قرض‌های هنگفت به چی می انجامد. کارشناسان به این غمخوری‌های هنگفت کشور چین به تاجیکستان شبهه دارند. البته قرض چقدر بزرگ شد، همون مقدار به استقلالیت نظام اقتصادی و سیاسی کشورم خطر دارد. لیکن وقتی قرض از چند کشور یا از یک کشور می شود، به خصوص کشوری چون چین، خطر به مراتب افزایش می یابد، چون که ما شاهد هستیم که چگونه چند کشور افریقایی تا حدی از چین قرض داشتند که تقریبا استقلالیتشون از دست دادند و تاریخ قرضداری شریلانکا هم میدونیم که بعد این قرض این کشور زیاد شده پرداختن نتوانست، یک پورت بزرگ این کشور در اختیار چین قرار گرفت. بهتر از اینکه این قرضها گرفته شود و بعد کشور با یک دام قرض، یک دام سیاسی افتاد، بهتر است که اون لایحه‌هایی که با این قرضها اجرا میشوند دست کشید برای یک مدت معین، حداقل تا زمانی که کشور تواند خودش این لایحه‌ها رو راه اندازی کند یا اینکه با شرط‌های دیگری برای این پول پیدا کند. یعنی به تاجیکستان حاضر نه تنها خطر قرض بزرگ، خطر دیفالت تهدید میکند، بلکه خطر قرض بزرگ از یک کشور، یعنی گرفتاری به یک کشور تهدید میکند. 52% قرض از یک کشور، یعنی 52% قرض عمومی از یک کشور، این بسیار حجم بزرگ است و شاید کمتر کشوری در دنیا پیدا شود که بیش از نیم قرض‌ها از یک کشور باشد. این بسیار راه نادرستی حتی همین سیاست قرضگیری است که باید از اون عاجلاً دست کشیده شود.